با سلام خدمت شما ملت نمک نشناس. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همه جوری که میدونید آقای بازجوی قبلی، آقای بازجوی قبلی که الان وزیر مخابرات و اطلاعات شما هستن. معمولا بازجوها که مردم میزنن لیولا برده میکنن معمولا وزیرم میشن. چطوره با موردش بره؟ خب همه میدونه. پس چه فکر کردین؟ شما باید اول بازجو بشین بعد وزیر بشین. پس من میام شغل بدم به شما. همونجور که داشتم میگفتم آقای بازجو و وزیر شما گفتن که این پنجشنبه برای شما یک سورپرایزی دارم. سورپرایزشون هم که خب میدونین چیه دیگه؟ نمیدونین؟ میخواین بشین مثل کره شمالی. آره دیگه، اینترنت رو کاملا در دست خودشون میگیرن، سانسور میکنن و از این به بعد تمام اطلاعاتی که به دست شما برسه از زیر صافی بیت رهبری و بازجوها رد شده بعد به دست شما میرسه. من به عنوان یک هنرگند و یک سلبریتی نظام خب وظیفه‌ای دارم دیگه. اومدم وظیفه‌مو انجام بدم. گفتم تمرین کنم تا پنجشنبه. خب کناره دیگه داریم. برای عزیزان از این به بعد تمام آگهی هایی که در تلویزیون مشاهده خواهید کرد از مقام بالا، اعلا و اعظم رد شده. بازجوها چک کرده، مانند کره شمالی به دستتون میرسه. من به عنوان یک هنرگند وظیفه ملی خودم رو انجام خواهم داد. امروز میخوام به شما یاد بدم که در تلویزیون اگر بخوام شامپوی ذوالفقار علی رو بخوام بهتون معرفی کنم چگونه آماده کنم. من معمولا شامپو رو زده به سر، کمی آب برداشته. شامپوی ذوالفقار علی بسیار برای موهایتان خوب می باشد. خواهران بشتابید. این شامپو را خریده باعث رشد و افزایش و کمبود کچلی می شود. موهایتان را بسیار نرم، لخت احساس می کنید؟ آره من که دارم احساس می کنم. چتونیم؟ خواهران همونجور که دارید شامپوی ذوالفقار علی را خرید می کنید از صابون‌های ما هم استفاده کرده و کیسه ما را هم یادتان نرود. صابون و کیسه های ما بسیار اعلی می باشد. آدم احساس بسیار نرمی و شفافیت بهتون می دهد. یادتون نرود که پاهایتان رو یادتون نرود دیگه. آره دیگه، تلویزیون پاهایتان رو زیبا کنید. چه احساس خوب میبینید. خیلی بسیار برای پوستتان خوب هست و بسیار برای وجودتان خوب است. شامپو و صابون ذوالفقار علی تولید ملی و داخلی ایران می باشد که در دسترس شما عزیزان در انواع و اقسام مغازه ها می باشد. آدم احساس می کند که در جزایر اطلانتیس می باشد با این صابون. با صدای موسیقی چه خوب می باشد. صورتتون رو یادتون نرود. آقای کارگردان از شامپو هم گفتن که گفتن که یه خود این شامپو هم یه خود رومانتیک ترش کن. اجازه بدین من این حجابم رو رعایت کنم. گفتم ما پنجشنبه سورپرایز داریم براتون. گفتش نیم موهاتم چیز کن، یه کاری کن که همچین سادی باشه. ساد خوب شد. شامپوی ذوالفقار علی برای شما خواهران آماده فروش در مغازه ها. موهایتان را لخت می کند، آماده صیغه شدن می کند. خواهران
تقویت مو و موی زیبا. کدوم مو؟ آره دیگه همین موی که این زیره. برای شما و برای صیغه شدن مجدد واجب می باشد. این شامپو رو به مو زده مماس. آخه نمیدونم آقای کارگردان، هر کاری میکنم چیز نمیشه، کف نمیکنه، چون که مو نیست، آخه چادره. گفتن حالا تو انجام بده، نگران نباش. خوب شد؟ یه وقت این چادر نیفته رو سری ها. آدم غیرش میگیره، نمیدونم چرا. غیر ندم؟ اوکی. بهتر شد نه؟ میبینین چقدر موهام زیبا شد؟ خاک عالم. آره عزیزان، من آماده روز پنجشنبه هستم برای اینترنت جدید و من تمرینامو کردم. امیدوارم که شما هم تمریناتون رو انجام داده باشید و آماده باشید. وای این چه صابون چقدر خوبه. من اصلا احساس تمیزی، طهارت. شما چی؟ اصلا طهارت که چه عرض کنم. وای من که ماتی کره که دیگه نمیتونم پاک کنم. جای خطرناک گفتن نمال. پس کجا بمالید؟ فقط دستامون و پاهامون گفتن بمالید. دیگه این سکسیه دیگه، سکسیه چادریه. توقعی دارید؟ نه اینم نکنیم. گفت رونو نشد.